بهروز جعفری سرمربی پیشین تیم فوتسال اتحاد با عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان منصوب شد. او تیم را برای رقابت‌های آسیایی اکتبر در بحرین آماده می‌کند. کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان مهدی نوروزی پس از قهرمانی با تیم صداقت در لیگ برتر فوتسال افغانستان به تیم بهشتی ساز گرگان در لیگ برتر ایران پیوست. حمیدرضا حسینی ملی‌پوش فوتسال افغانستان که پیشتر در تیم سعادت نیمروز در لیگ برتر فوتسال افغانستان بازی میکرد به تیم فولاد حرمزگان در لیگ برتر ایران پیوست. تیم ملی فوتبال افغانستان 13 آگوست یعنی 22 اسد برای برگزاری اردو تمرینی و آمادگی جام ملت‌های کافا 2025 عازم تاجیکستان می شود. ملی پوشان ما در این رقابت‌ها 29 آگوست با ایران، 1 سپتامبر با تاجیکستان و 4 سپتامبر با هند دیدار خواهند کرد. منچستر یونایتد با هویلون اعلام کرده برای فرصت بازی بیشتر باید تیم را ترک کند. روبن آموریم مهاجم اصلی تیمش را بنیامین شیشکو می‌داند و قصد استفاده مجدد از هویلون را ندارد. داروین نونز با قرارداد 3 ساله به الهلال پیوست. الهلال حدود 53 میلیون یورو برای انتقال او پرداخت کرده و دستمزد سالیانه نونز حدود 24 میلیون یورو خواهد بود. اینیگو مارتینز مدافع اسپانیایی پیشین بارسلونا به صورت رسمی و با عنوان بازیکن آزاد به النصر عربستان پیوست. او قرارداد 2 ساله با این باشگاه امضا کرده که قابل تمدید تا 2027 است. مارتینز در بارسلونا در 48 بازی حضور داشت و در کسب سگانه داخلی نقش مهم داشت.